سلام سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میزو مشی درجه 1 12میای خفن، خیلی خوش اومدید به کلاس. ایشالله قراره که کتاب 12تون رو به صورت جدی و اساسی از درس 1 رنده کنیم بریم جلو که برای 20 امتحان نهایی آماده شیم. یک توضیحاتی مقدماتی میدم بهتون اول کلاس که امتحان نهایی چی جوری برگزار میشه، چه آیتم هایی میاد، شما چیا رو باید بخونید، چیا رو نمیخواد بخونید، من قراره چیکار کنم و شما باید چیکار کنید. نکته اول، کلاس ما امروز شروع میشه بچهای من. کلاس ما امروز شروع میشه 1 بهمن، اتمامش که هفته دوم یا سوم اردیبهشت ماه. کلاس دوشنبه ها ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. 2 هفته عیدم که تعطیلات عیدتونه که بهتون میگم اون موقع باید چیکار کنید. پس ما بهمن رو کامل داریم، اسفند رو کامل داریم، فروردین هفته سوم و چهارم رو داریم و اردیبهشت هفته اول، دوم و یا هفته سوم. این کلاس هیچ تفاوتی با کلاس مرداد نداره. جزو عیناً همونه، مطالب عیناً همونه. هر آن چیزی که در کلاس مرداد تدریس شده اینجا هم تدریس میشه. مرداد کلاس ها 1.5 ساعت بوده، کلاس شما 2 ساعت هست. به موقع سر تایم کامل جامع تموم میشه. اگر 1 در 1000 نیاز بود یه دونه 2 تا فوق العاده میذاریم اگر نیاز بود. اوکی، من اول یه توضیح به شما بدم. آقا امتحان نهایی چه جوریه؟ 20 نمره به شما سوال میدن. اوکی، تمام اینایی که مینویسم و بچه‌ها، تمام اینایی که میگم و برای گرفتن نمره 20 امتحان نهایی نیاز دارید. آیه، متن، شعر، حدیث، خطاب، تیتر، همه اینا رو باید بلد باشید. آقا شعرهای کتاب باید بلد باشی، شعر کتاب باید بلد باشی، حدیثا رو باید بلد باشی، خطابا، خطاب به کیه، خطاب به چیه، اینا رو باید تیتر کتاب، من تو تیتر برات سوال در میارم. مضاف بر این که سوال ترکیبی هم میتونن بدن، اینا رو با هم ترکیب کنن. یعنی یه دونه آیه بهت میده، میاد 3 تا گزینه هم بهت میده، میگه این آیه با کدوم شعر قرابت داره. یعنی همین اینا رو هم میتونن با هم ترکیب کنن. قبول؟ حالا تو امتحان نهایی چه آیتم هایی سوال میاد؟ ببین، آیات و روایات. روایات یعنی احادیث، آیات کتاب، حدیثات سوال داریم. صحیح غلط، جای خالی رو من اینجا کوچولو می نویسم. قبوله؟ کشف ارتباط، تعریف اصطلاحات، پاسخ کوتاه، پاسخ بلند، تست، درک مطلب. بچه ها اینا آیتم های امتحان نهایی تونن. ببین، آیات و روایات، صحیح غلط، کشف ارتباط، جای خالی چون ممکنه بیاد ممکنه نیاد. اوکی، تست، اینا که هایلایت کردم، اینا رو شما کاملا بچه باید به صورت کنکوری بخونید. به صورت کنکوری باید بخونید که جواب بدید. یعنی توی آیات و روایات، خب توی همین قسمت آیات روایات سوال تستی میارن. یه تست 3 گزینه‌ای از سوالات آیات روایات میذارن جلوت. قبول؟ صحیح غلط، جا خالی، کشف ارتباط. کشف ارتباط چیه؟ 4 تا عبارت سمت راست میدن، 4 تا عبارت، این کشف ارتباط چیه؟ 4 تا عبارت سمت راست میدن، 5 تا هم سمت چپ میدن، میگه کدوم به کدوم مربوط به هم وصلش بکنی. یا تست که کلا تستیه دیگه، تست 2 گزینه‌ای میتونن بدن، 3 گزینه‌ای میتونن بدن، 4 گزینه‌ای هم میتونن بدن. اینا رو پس باید به صورت تستیوار بخونیم. اما میان قسمت‌های تعریف اصطلاحات، پاسخ کوتاه، پاسخ بلند و درک مطلب. اینا مدلش فرق می‌کنه.
تعریف اصطلاحات یه کلمه بهت میده، میگه این اصطلاح رو تعریف کن. پاسخ کوتاه بچه‌ها یه سوال بهتون میده، تو پاسخ کوتاه جوابش میتونه یک عبارت 2 کلمه‌ای 3 کلمه‌ای باشه، میتونه جوابش نیم خط باشه، میتونه جوابش 1 خط و نیم باشه. همه اینا میاد تو این کاتگوری پاسخ کوتاه. یعنی میتونه یه سوالی به شما تو این قسمت بده که جواب در حد 3 تا تک کلمه باشه که یک عبارتی رو تشکیل میده. پاسخ تشریحی کامل، پاسخ بلند، سوالاتیه که باید براش بنویسی، زیاد باید بنویسی، پاراگرافی باید بنویسی. اینکه چی جوری بنویسی و چیکار کنی و جلوتر بهت توضیح میدم. و اما قسمت درک مطلب، موضوعی که از پارسال اضافه شده به امتحان دینی، یک متنی به شما میدن ازش سوال میپرسن، عین مثلا ریدینگ زبان، عین درک مطلب عربی. حالا منو ببین چی میگم. درک مطلب بچه‌ها 2 مدل میشه ازش سوال ترک کرد. خوب گوش کن، 2 مدل. یک پاراگرافی رو عیناً از متن کتاب میذارن اونجا، یه پاراگراف 2 خطی 3 خطی 5 خطی عین متن کتابه، همونو کپی پیست میکنه تو امتحان و از اون یه سوال ازت میپرسه مفهومی. این میشه یه مدل. یه مدل دیگه هست، یه متنی به شما میده که اصلا این متن تو کتابتون نیست، یک قصه‌ای بچه‌ها تعریف میکنه، یک داستانی تعریف میکنه، رضا به همراه دوستش حمید در مسیر رفتن به مسجد فلان میشود و این داستان. اوکی؟ یک قصه‌ای تعریف میکنه و از اون یه سوال میپرسه. شما باید انقدر این کتاب رو مفهومی خونده باشید که اون متن رو بتونی همونجا یه ارتباطی بدی بین اون متن و این درسای کل کتاب 12 یه ارتباطی بدی، ببینی این داره راجع به چی صحبت میکنه، اشاره به راجع به سنت‌های خدا داره صحبت میکنه، راجع به قضا و قدر داره صحبت میکنه، راجع به مراحل توبه داره صحبت میکنه، راجع به انواع توحید داره صحبت میکنه، راجع به چی صحبت میکنه که بتونی اون جواب رو درست بنویسی. پس درک مطلب 2 مدل میشه سوالات، یا عیناً پاراگراف متن کتاب باشه، یا نه یک قصه، یک داستانی برای شما خارج از کتاب بنویسم و ارتباطش بدم به کتاب. واسه همینه که میگم باید کتابتون رو بچه‌ها مفهومی یاد بگیرید. صرفاً اینکه حفظ کنی نیست، باید مفهوم درس‌ها رو شما یاد بگیرید که بتونید جواب این قسمت درک مطلب رو بدی، جواب این تستا رو بتونی بدی. قبوله؟ پس اینا آیتم هاییه که توی امتحان نهایی سوال میاد. اما بچه‌های من 2 تا نکته. 1، علت و معلول باید بلد باشی. سوال امتحان نهایی آمده است، می آید و خواهد آمد. قبلا که کنکور تستی برگزار میشد، دروس عمومی هم درش بود، علت معلول بود، تشریحی شد با تأثیر قطعی معدل. علت معلول سوال دادن، یه سال ممکنه ندن، سال دیگهش ممکنه بدن. پس علت معلول رو باید بلد باشید. و سوالات ترکیبی دروس با هم دیگه. سوال ترکیبی، آقا تو امتحان نهایی دادن سوال ترکیبی، یعنی اولین سوال امتحان نهایی بود برای درس دینی. یه آیه‌ای دادن مال درس 2، گفتن اشاره به کدوم تمدن اسلامی داره مال درس 9، یعنی آیه رو از درس 2 آوردن، معیار تمدنش از درس 9 خواستن. پس سوالات ترکیبی میاد که طبیعتا شما باید ترکیبی ها رو هم بلد باشید. ما کامل اینا رو بهتون میگیم. اما جای خالی در امتحان نهایی 403 سوال ندادن. اوکی، میتونن سال بعد سوال بدن، میتونن سوال ندن، ما کاری نداریم. ببین آقا من اومدم اینجا از 0 تا 100 رو به شما درس بدم، توی تکالیفتونم جای خالی هست. اگرم با فرض اینکه سوال ندن، حداقل اتفاقی که میفته شما وقتی تمرین جای خالی انجام میدی اینه که تسلطت بیشتر میشه نسبت به اون درس. جای خالی میتونه همون سوال صحیح غلط باشه که جای خالی شده. یه سری از این آیتما بچه‌ها میتونه یه موضوع رو بیاد در قالب جای خالی بده، میتونه همونو به صورت صحیح غلط بده، میتونه همونو به صورت پاسخ کوتاه بده، میتونه همونو به صورت تست بده. حالا میریم جلو با هم تمرین میکنیم، کار میکنیم، میفهمی من چی میگم، میبینی خودت.
پس اینم از این. گفتم همه اینا رو باید بلد باشید. این آیتم های امتحان نهاییتونه، علت معلول و سوال های ترکیبی هم که سوال داریم و پاورقی یا همون زیرنویس توی امتحان نهایی سوال نمیاد. آیات ابتدای درستون که 2 صفحه آیه داره عربی و ترجمه، توی امتحان نهایی ازش سوال نمیاد. قبول؟ حالا بریم اینجا رو نگاه. آقا جان ما برای این کلاس چی کار داریم، چی میخوایم؟ ببین چی بهت میگم بچهای من. ما توی این کلاس یکی کتاب درسی میخوایم. بچه من از روی کتاب درسی تدریس میکنم. رفرنس اصلی امتحان نهایی شما کتاب درسیه. ما سوالی نداریم خارج از کتاب. پس ما از روی کتاب خط به خط تدریس میکنیم، میریم جلو. حالا الان میریم جلوتر متوجه میشیم. کتاب درسی رو میخوایم. اگر کتاب درسی داری که حله، هیچ. اگر نداری میتونی فیزیکی کتاب رو بخری، میتونی هم نه بری تو سایت chop.sch. حالا اینجا می‌نویسم .ir chop.sch. میتونی PDF کتاب درسی رو از این سایت بگیری. میخوای رو PDF بخونی. پس ما کتاب درسی یکی از ابزارهای اصلی کار ما کتاب درسیه. اما برای تمرینتون بچه‌ها بمب دینی 12 میخوایم. بمب دینی 12. میری از سایت کتابچی.com. از این سایت بمب دینی 12 رو سفارش میدی، میاد. توی این جزوه چیه؟ تمام اون آیتم هایی که گفتم تو امتحان نهایی سوال میاد. همه اینا درس به درس برات سوال گذاشتم. یعنی درس یکو که میدیم تموم میشه، این تکلیفته. باز میکنی آیات و روایات، صحیح غلط، جا خالی، پاسخ کوتاه، پاسخ بلند، تست، تعریف اصطلاحات، کشف ارتباط، درک مطلب، تموم. میری درس 2 دوباره آیات و روایات، صحیح غلط، جا خالی، پاسخ کوتاه، پاسخ، همه این داستانا. پس تکلیف اصلی ما از رو جزوه بمب دینیه. این جزوه تکالیفتونه به علاوه پاسخنامه تشریحیه که انتهای جزوه سلام بهتون نشون میدم و درسنامه هامونه. یعنی این درسی که میخوام بدم یه درسنامه داره که توی این جزوه هست. اوکی. از سایت چی میگیری؟ کتابچی.com. جزوه ارسالش هم رایگانه. یه 7-8 روز کاری زمان میبره میرسه دستت. رو پنلتون هم قرار میگیره به صورت خورد. مثلا برای امروز درس 1 کامل قرار گرفته. خورد رو پنلتون هم قرار میگیره. حالا اگر دوست داشتی سفارش بدی فیزیکی برسه دستت، اینجوری میتونی سفارش بدی. کانال تلگرام حتما عضو شید. دینی آندران فکری 3 تا آی داره. کانال تلگرام برنامه مطالعاتیتون قرار میگیره. هر جلسه درسمون تموم میشه برنامه مطالعاتی میذارم رو کانال که تا جلسه بعدی چی کار باید بکنید و بابتش چقدر زمان اختصاص بدید. توی کانال قرار میگیره. اینو حتما عضو شید و یوتیوب هم باشید. این میشه دینی آندرلاین فکری. اینجا کار داریم، بعداً به موقعش بهتون میگم داستانش چیه. الان فعلا شما باهاش کاری ندارید. یک سری از این تدریسایی که میکنم نکات مفهومی داره به صورت مثل سنت‌های الهی و این داستانا، حالا بریم جلوتر، به صورت انیمیشنی تصویر سازی شده براتون گذاشتم، تدریس کردم که موقعش برسه اون موقع بهتون میگم اینو الان برید ببینید، درس رو یاد گرفتی، توضیح دادم تموم شده، اونم ببینید، یه تصویر سازی تو ذهنتون بشه که بشینه تو ذهنتون کامل متوجهش بشید که اگر تو امتحان نهایی 1% یادتون رفته بود که چی باید بنویسید جواب این، اون داستانه، اون انیمیشن بیاد تو ذهنتون، اونو کامل مینویسید. و اینم اینستاگرام همین آدرس یوتیوب دینی آندرلاین فکری. حله. پس اینا رو هم توضیح دادم. ما یه کتاب درسی میخوایم، یه دونه جزوه بمب دینی. جزوه بمب دینی رو یه دقیقه اینجا بهت نشون بدم بریم سراغ کارمون. فقط رشته‌تون هم دقت کنید، ریاضی تجربی، مثلا برای ریاضی تجربی انسانیا جزوه انسانی رو میگیرم. ببین مثلا درسنامه‌مون اینه، نگاه کن، این الان درسنامه علت معلولمونه.
میایم اینجا خلاصه درس اول. اینا رو من بعد توضیح بدم، اینجا پر میکنم، مینویسم مقدمه اول، مقدمه دوم، نتیجه، مشهود بودن خداوند فلان و اینا. میایم سراغ تکالیف. ببینی آیات و روایات عین امتحان نهایی، اینا سوالات مربوط به آیات و روایات. میایم پایین صحیح غلط. این صحیح غلط ها من تو جزوه جا خالی گذاشتم برای اینکه تسلطت رو درس میره بالا، فارغ از این که میخوان تو امتحان نهایی سوال بدهن یا ندهن. تموم میشه، میای تعریف اصطلاحات، غنی چیه، واجب الوجود، فقیر، پدیده، کشف ارتباط، میبینی عبارات سمت راست، عبارات سمت چپ، بعد به هم مرتبطش کنی. میایم اینجا سوالات مربوط به پاسخ کوتاه که گفتم جوابش میتونه در حد 2-3 کلمه باشه، میتونه نیم خط باشه. این پاسخ بلند و درک مطلب. مثلا سوال 84 درک مطلب، سوال 85 درک مطلب، 2 مدل درک مطلب مثلا تو این درس یک براتون گذاشتم. و آخرش هم تستا رو داریم. تستا خودش میشه تستای تألیفی، اینایی که جلوش آدرس نداره بچه‌ها تستای تألیفی خودمه. اونایی هم که آدرس داره، آخرین سالی که کنکور با دروس عمومی برگزار شد تو این مملکت مال 401 بود که تستای اون سال هم به تفکیک هر درس براتون گذاشتم. یعنی از درس 1 در کنکور 401 رشته تجربه این تستو داده بودن، رشته ریاضی اینو داده بودن، رشته زبان و خارج از کشور. بعد میای انتهای این جزوه پاسخنامه تشریحی داره بچه‌ها. پاسخنامه یک پاسخنامه بسیار حرفه‌ایه. میگم انتهای چیز، انتهای درس. این درس یک که تموم میشه اینها. پاسخنامه درس اول. میبینی کلماتی که بچه ها برای مصحح امتحان نهایی مهمه و شما باید بنویسید تا نمره کاملش رو بگیرید، با یک فونت متفاوت و با یک رنگ دیگه نوشته شده. میبینی قرمز شده، فونتش هم متفاوت. این پاسخنامه کاملا تشریحی. اینجا مثلا یه باکس نکته گذاشتیم، این صحیح غلط ها، این جای خالی ها، تعریف اصطلاحات، کشف ارتباط ها. حل پاسخ کوتاه رو میبینی، یکی مثل اینه، حکمت الهی در همین حده، یکی مثل اینه. سوال 68 نگاه کن، اینا همش رو میرن تو قسمت پاسخ کوتاه. میایم اینجا پاسخ بلندا رو داریم و آخرش هم که درک مطلب و تست داریم. این درک مطلب و اینم تستامون. این درس یک تموم، میریم درس دو. اینجا الان دوباره خلاصه درس 2 رو داریم که سر کلاس درس میدیم، بعد تکالیفش دوباره شروع میشه. انتهای این جزوه امتحان نهاییایی که از سال 98 برگزار شده به صورت کشوری، از سال 98 که نظام جدید بوده، 98 تا همین 403 در 3 نوبت خرداد شهریور دی در جزوتون قرار گرفته که دیگه بابت اون نمیخواد دوباره برید یه هزینه کنید از بیرون این انتشارات ها بخرید که فقط سوالای نهایی سال قبل باشه. همش توی همین جزوتون هست. دیگه فکر کنم توضیحات کامل رو دادم دیگه. شد 20 دقیقه. هم گفتم ما قراره چیکار کنیم و برای امتحان نهایی چی میخوایم و اینم جزوتون. ببینید بچه‌ها، شما الان اومدید تو این کلاس برای 20 نهایی. من میخوام یه جوری به شما درس بدم که 25 صدمتون هم لپر نشه. پس من 100 خودم رو میذارم، توقع دارم شما هم 100 خودتون رو بذارید. شما نیومدی این کلاس بری نمره 16 17 18 بگیری، اون به درد ما نمیخوره، خودت هم میدونی. فقط اومدیم برای نمره 20. پس خواهشاً از همین اول پر انرژی، پر انگیزه 100 خودتو بذار، بگو من اومدم این کلاس برم فقط برای نمره 20. هر آن چیزی که برای امتحان نهاییتون لازم و واجبه خودم اینجا بهتون میگم. من فقط یه چیز از شما میخوام، هفته به هفته با من بیای جلو. هر کاری گفتم انجام بدی انجام بده، گفتم این تکالیف کامل انجام بدی انجام بده. حله؟ آقا بسم الله بریم درس 1. قبل از اینکه درس شروع شه بچه‌ها، قبل از اینکه درس شروع شه یه مقدمه ای داره که بسیار مهمه. نقطه کور کتاب خیلی از بچه‌ها اصلا نمیبینن، نمیخونن و فکر میکنن سوال ازش نمیاد. خوب گوش کن بریم جلو. میگه اندیشه
اندیشه این تفکر کردن، تعقل کردن، فکر کردن. میتونه بگه اندیشه، میتونه بگه تفکر، میتونه بگه تعقل. اینا فرقی نداره، کلمات مترادفم میگم، حواست باش. اندیشه مانند چیه؟ بذره. آقا مثال ها گفتم میاد، ماننده. اونجا که میگه ماننده، به طور مثال جملات که بعد از اینا میان برای ما مهمه دیگه. اندیشه مانند چیه؟ بذره که در ذهن جوانه میزند، در دل و قلب ریشه میدواند. پس سوال، اندیشه مانند چیه؟ بذر. بچه با من تکرار کنید، همینجا یاد بگیرید تموم شه بره ها. اندیشه مانند چیه؟ بذر. در چی جوانه میزند؟ ذهن. در چی ریشه میدواند؟ دل و قلب. در ذهن جوانه میزند، در دل و قلب ریشه میدواند. برگبار آن، حاصل اون، نتیجه این اندیشه به صورت اعمال ظاهر میشه، به صورت عمل. پس آقا جان، اندیشه نتیجهش چیه؟ عمل. اون چیزی که شما فکر میکنی و در نهایت عملی میکنی، پیادهش میکنی، زندگیش میکنی. پس اندیشه مانند چیه؟ بذر. در چی جوانه میزند؟ ذهن. در چی ریشه میدواند؟ دل و قلب. برگبارش چیه؟ اعمال. بچه‌ها این اندیشه، این تفکر کردنه، این تعقل کردنه 3 تا فایده داره. چند تا؟ 3 تا. منو نگاه کن. اندیشه 3 تا فایده داره. بهار جوانی را پرتراوت و زیبا میسازد. میزنم 1. بهار جوانی را پرتراوت و زیبا میسازد. استعدادها را شکوفا میکند. این میشه 2. امید به آینده‌ای زیباتر را نوید میبخشد. این هم میشه 3. خوراک سوال امتحان نهاییه. میاد میگه فواید اندیشه را نام ببرید. جوانی، استعداد، آینده. جوانی، استعداد، آینده. جوانی، استعداد، آینده. جوانی، استعداد، آینده. میگه فواید اندیشه رو نام ببر. میگی بهار جوانی رو پرتراوت و زیبا میسازد، استعداد رو شکوفا میکنه، امید به آینده زیباتر را نوید میبخشد. پس این شد 3 تا فایده اندیشه. علاوه بر این 3 تایی که میگیم، بچه‌ها اندیشه میتونه برترین عبادت ها باشه. برترین عبادت ها چیه؟ اندیشه. منو نگاه کن، منو نگاه کن. برترین عبادت ها، برترین عبادت ها چیه؟ اندیشه. پیامبر اکرم میفرماید، پیامبر میفرماید، بچه ها حدیث یا آیه؟ پیامبر میفرماید حدیث یا آیه؟ حدیث دیگه. باید فرق حدیث و آیه رو بدونی. آیه اونیه که تو قرآن اومده، حدیث اونیه که پیامبر و اماما میگن. حالا پیامبر میفرماید بهش میگن حدیث نبوی. حضرت علی میفرماید بهش میگن حدیث علوی. امام رضا میفرماید بهش میگن حدیث رضوی. چرا؟ چون بعدا میریم جلوتر یه مبحثی رو به شما درس میدم. این مبحثه یه آیه داره، یه حدیث داره. یه آیه داره، یه حدیث داره. میگه کدوم حدیث اشاره به این داره، بعد میاد دوتاش هم بهت میده. تو بعد اینجا تفکیک کنی که این آیه است، این حدیثه. پس اینجا پیامبر میفرماید میشه چی؟ حدیث. ببین چی میگه، نگاه. افضل العبادت ادمان تفکر فی الله و فی قدرته. افضل العبادت بچه ها یعنی برترین عبادت. آقا اینو دیگه بلدی دیگه، عبادت که عبادت افضل هم یعنی برترین دیگه. برترین عبادت چیه؟ اندیشتن مداوم درباره چیه؟ خدا و قدرتش. درباره چیه؟ خدا و قدرتشه. خدا و قدرتشه. برترین عبادت درباره اندیشیدن درباره خدا و قدرتشه. تو امتحان نهایی ممکنه بیاد فقط این یه تیکه رو بده، بگه افضل العبادت 3 نقطه، ادامه‌شو نمیده بچه‌ها. میگه افضل العبادت چه چیزی است؟ آقا تو به عنوان یک دانش آموز 12می
باید بدونی که افضل العبادت چیه. کاری نداریم بقیه‌اش رو میدی یا نمیدی. افضل العبادت یعنی برترین عبادت. تو دیگه از الان به بعد میدونی برترین عبادت میشه اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرتش. قبوله؟ درباره خدا و قدرتش. اما یه نکته داره. منو نگاه. اینجا میگه چی؟ علاوه بر آن میتواند، این اندیشه تفکر میتواند برترین عبادت باشه. یعنی میتونم نباشه. وقتی میگه میتواند برترین عبادت باشد بچه ها، یعنی یک شرط و شروطی دارد که به عنوان برترین عبادت در نظر گرفته شه. این تفکره شرط و شروط چیه؟ منو نگاه. اینجا میتواند رو نگاه کن. از نظر کمیت، از نظر کیفیت. آها، پس هر تفکری، هر اندیشه کردنی برترین عبادت حساب نمیشه. کدوم اندیشه برترین عبادت حساب میشه؟ کدوم؟ از نظر کمیت چه شرطی باید داشته باشه؟ کمیت بچه‌ها یعنی عدد، رقم، تعداد. از نظر کمیت چیه؟ ادمان باشه، دوام، مداوم، ادمان، تداوم، مداوم، پیوسته، استمرار داشته باشه. تداوم و استمرار، پیوستگی، مداوم باشه. از نظر کیفیت چیه؟ درباره خدا و قدرتش باشه. این تفکر کردنه، این تفکر راجع به خدا و قدرتش باشه. اگر بچه ها این دوتا شرط رو با هم داشت، اون موقع میگم اندیشه میتونه برترین عبادت ها باشه. پس همینجوری نمیتونیم بگیم برترین عبادت ها. شرایطی دارد، از نظر کمیت، از نظر کیفیت. حالا اگر ازت پرسید از نظر کمیت باید چه آیتم هایی داشته باشه، میگه استمرار، تداوم، پیوستگی. از نظر کیفیت درباره خدا و قدرتش باشه. نگی حکمتشا، نگی علم خدا، قدرت خدا، خدا و قدرتش. پس افضل العبادت ادمان، تداوم، تفکر در خدا و قدرتش. حله؟ خیلی خوب. این شد مقدمه درس 1. اینجوری باید رنده بازی کنی، یاد بگیر چی جوری باید معارفتو بخونی برای امتحان نهایی. کلمه به کلمه باید بلد باشی. هر کدوم از اینا میتونه سوال باشه. یه بار این سفر رو با هم دوره کنیم، من میگم شما هم قشنگ تو خونه تکرار کن، همینجا یاد بگیری، پروندهش بسته برم ادامه کار. اندیشه مانند چیه؟ بعض در چی جوانه میزند؟ ذهن در چی ریشه میدواند؟ دل و قلب. برگوارش چیه؟ اعمال. اندیشه چند تا فایده داره؟ 3 تا. بگو: جوانی، استعداد، آینده. برترین عبادت چیه؟ اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرتش. کی میگه؟ پیامبر. حدیث یا آیه؟ حدیث. از نظر کمیت چه شرایطی باید داشته باشه؟ استمرار، تداوم، پیوستگی. از نظر کیفیت درباره خدا و قدرتش باشه. حله. پس ما تو این صفحه راجع به چی خوندیم؟ فکر کردن، تفکر، اندیشه. فکر کنی راجع به خدا، فکر کنی راجع به اینکه خدا هست، خدا حضور داره، راجع به قدرت خدا. خیلی خوب، بریم درس 1. این آیات ابتدای درس گفتم توی امتحان نهایی سوال نمیاد. میایم درس اول. تیتر درس حسی بخش که حالا بعدا باش کار دارم، الان کاری ندارم. ببین چی میگه. چیز خاصی نداره. میگه آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که در فضای آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی درباره این جهان پر جنب و جوش تفکر کرده باشید؟ میگه شده آقا بشینی خونه خود فکر کنی راجع به این جهان. تفکر درباره جهان دوردست، یعنی آسمان بیکران با کهکشانها،
منظومه ها، خورشید، سیارگان. تفکر درباره همین جهان نزدیک، یعنی همین زمین و جنگل و بیابون و دریا و جانوران و گلهای زیبایش. آیا هرگز درباره آغاز و پایان این هستی فکر کردی؟ به راستی این میلیاردها میلیارد کهکشان و ستاره و سیاره با میلیاردها موجود متنوع از کجا آمدن؟ موجودات جهان هستی خود را وام داره چه کسی هستن؟ یعنی هستیشون رو از کی دارن؟ وام داره چه کسی هستن؟ یعنی از کی دارن؟ خب چیزی خاصی نداره، در حد فقط روخونی. بیا اینجا تیتر رو نگاه کن. نیازمندی جهان به خدا در پیدایش. بچه ها من نگاه کنید. همه مخلوقات جهان، من و شما، همه مخلوقات جهان بچه ها، ما در 2 مرحله به خدا نیاز داریم. چند مرحله؟ 2 مرحله. یکی پیدایش، یکی بقا. یکی اصلا برای اینکه به وجود بیایم به خدا نیاز داریم، یکی برای اینکه بقا داشته باشیم، باقی بمونیم، به خدا نیاز داریم. پس ما در چند مرحله به خدا نیاز داریم؟ 2 مرحله، پیدایش، بقا. یعنی در همه مراحل زندگی دیگه. یکی اصلا برای اینکه به وجود بیایم، حالا به وجود اومدیم برای اینکه زندگیمون ادامه داشته باشه، بقا داشته باشیم، باقی بمونیم، هم به خدا نیاز داریم. پس ما در 2 مرحله به خدا نیاز داریم، پیدایش، بقا. الان میخوایم راجع به نیازمندی در پیدایش با هم صحبت کنیم. اول پیدایش رو بخونیم. این پاراگرافی که میخونم بچه‌ها پاراگراف بسیار مهمیه. خوب گوش کنین. یکی از مهمترین پاراگراف‌های کتاب درسیتونه. میگه هر کدام از ما بر اساس فطرت خیش خدا را میابیم، حضورش را درک میکنیم. هر کدوم از ما بر اساس فطرتمون خدا رو میابیم، حضورش رو درک میکنیم. به روشنی میدانیم در جهانی زندگی میکنیم که آفریننده حکیم آن را هدایت و پشتیبانی میکنه، به موجودات و مخلوقات مدد میرساند. مدد یعنی چی بچه ها؟ کمک میکنه خدا، پشتیبانی میکنه. کلمات مترادف و بلد باش، تو ادبیات صورت سوال باش بازی میکنه. مدد میرسونه. خیلی خوب، اینجا چی داره میگه؟ میگه هر کدوم از ما بر اساس فطرتمون میفهمیم خدا هست، حضورش رو درک میکنیم، خداوند حکیم، مخلوقات رو کمک میکنه. ببین منو، میگه با وجود این شناخت اولیه، قرآن کریم ما را به معرفت عمیق‌تر درباره خداوند فرا میخواند و راههای گوناگونی برای درک وجود او و شناخت صفات و افعالش به ما نشون میده. یکی از این راهها تفکر درباره نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به خداست. تمام اینایی که این دایره زدم باید حفظ باشی. پاراگراف رو با هم حفظ کنیم، بعد تازه توضیح بدم چی داره میگه. الان نباید فهمیده باشی این چیه. با من الان تکرار کن، بعد دونه دونه کلمه به کلمه میریم جلو، بهتون توضیح میدم. میگه ببین من کجا چی کار میکنم، چی میگم، از سری بعد با من تکرار کن. میگه هر کدوم از ما بر اساس فطرت خویش خدا را میابیم، حضورش را درک میکنیم. قرآن کریم ما را به معرفت عمیق‌تر دعوت میکند و راههای گوناگونی به ما نشون میده. یکی از این راهها چیه؟ درک نیازمندی جهان در پیدایش خود به خدا. سوال میده خداوند برای درک حضورش راه مشخصی به ما ارائه کرده. صحیح یا غلط؟ غلطه. راه مشخص بچه‌ها یعنی یک راه. راههای گوناگونی به ما نشون داده، راههای مختلفی به ما نشون داده که من و تو به این درک برسیم که خدا هست. و باشه فکری راه گوناگون مگه نمیگی گفته؟ خب یکی این راهشو به ما بگو ما بدونیم. یکی از این راهش میگه بشین تفکر کن، ببین که این جهان در به وجود اومدنشون، در پیدایششون اصلا به خدا نیاز دارن. اوکی، یه بار دیگه از اول بریم، با من تکرار کن. هر کدام از ما بر اساس فطرت خویش خدا را میابیم، حضورش را درک میکنیم. قرآن کریم ما را به معرفت عمیق‌تر دعوت میکند و راههای گوناگونی به ما نشون میده. یکی از این راه‌ها چیه؟ درک نیازمندی جهان در پیدایش خود به خدا. حالا بریم مثلا اینا چی بود؟ ببین چی میگه. هر کدوم از ما بر اساس فطرتمون بچه‌ها میفهمیم خدا هست، حضورش رو درک میکنیم. به این
به این میگن شناخت اولیه یا فطری. یعنی چی؟ یعنی در فطرت مثبت شد، در خلقت ماست، بای دیفالت وجودمونه. خدا وقتی ما رو خلق میکنه این آپشن رو در ما قرار داده. قرار نیست بابتش من و تو کاری کنیم. هر کدوم از ماها که به دنیا میایم از همون اول اینو حس میکنیم که خدا همراه ما هست، خدا تو زندگی ماه، وجود خدا رو میابیم، حضورش رو درک میکنیم. آقا یافتن خدا، درک حضور خداوند مربوط به کدام شناخته؟ خوراک سوال امتحان نهایی ها. فکر میکنی چند نفر درست مینویسن؟ درک حضور خدا و یافتن خداوند مربوط به کدام یک از شناخته؟ شناخت اولیه یا شناخت فطری؟ پس ما با فطرت خودمون که بهش میگیم شناخت اولیه یا فطری میفهمیم خدا هست، حضور داره، میابیم خدا رو، میدونیم تو جهانی زندگی میکنیم که آفریننده حکیم داره اونو هدایت میکنه. ببین چی میگه؟ میگه با وجود این شناخت اولیه، پس یعنی فهمیدیم این اولیه بود دیگه، این شناخت فطری اولیه است. میگه اوکی، با اینکه خدا اینو در خلقت ما قرار داده، میگه لامصب تو هم برو یه تکونی بخور خودت دیگه. میگه با وجود این شناخت اولیه، قرآن کریم هم ما رو به معرفت عمیق‌تر دعوت میکنه. میگه تو هم برو یه کاری بکن. آقا اینکه من و تو بریم یه کاری بکنیم، چی کار کنیم؟ معرفت عمیق‌تر کسب کنیم. معرفت یعنی چی تو لغت؟ پیام معرفت میدونی یعنی چی؟ یعنی شناخت. شناخت. میگه ما رو به معرفت عمیق‌تر درباره خدا دعوت میکنه. میگه برو خدا رو بیشتر بشناس. این که من و تو بریم یه کاری بکنیم که اینو به دست بیاریم، این شناخت رو به دست بیاریم، این معرفت عمیق‌تر رو به دست بیاریم، بچه‌ها به این میگن اکتسابی. اکتسابی یعنی کسب کردنی، به دست بیاری. پس ما دو نوع شناخت داریم، شناخت فطری یا اولیه و یکی هم شناخت اکتسابی. معرفت عمیق‌تر به دست بیاریم میشه اکتسابی، خدا رو میابیم، حضور خدا رو درک میکنیم میشه فطری یا اولیه. قرآن کریم ما رو به معرفت عمیق‌تر درباره خدا فرا میخواند. راههای گوناگونی هم به ما نشون داده برای درک وجود خدا، شناخت صفات و افعال خدا. سوال: درک و شناخت صفات و افعال خداوند مربوط به کدام یک از انواع شناخت است؟ سوالو ببین. درک و شناخت صفات و افعال خداوند مربوط به کدام یک از انواع شناخت است؟ میگه اکتسابی. درک حضور خداوند و یافتن او مربوط به کدام یک از انواع شناخت است؟ شناخت فطری یا اولیه. پس خدا میگه آقا یه چیزی رو من در شما قرار دادم، یه چیزی هم شما باید بری خودت کسب کنی. اونی که باید کسب کنی چیه؟ معرفت عمیق‌تر، شناخت بیشتر نسبت به خداوند، صفات خدا رو بشناسی، افعال خدا رو بشناسی. خب چیکار کنم بابتش؟ برو فکر کن، تفکر کن که بفهمی جهان در پیدایشش به خدا نیازمنده. جهان در پیدایشش به خدا نیازمنده. به جای پیدایش بچه چه کلمه ای میتونه بده؟ هستی. نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به خدا یا در هستی خود به خدا، در هست شدنش، به وجود آمدنش، پیدایشش. قبوله؟ تیتر چی بود؟ نیازمندی جهان به خدا در پیدایش. گفتم ما در دو مرحله به خدا نیاز داریم، یکی پیدایش، یکی بقا. ما الان راجع به پیدایشه داریم صحبت میکنیم دیگه. این پاراگراف بسیار مهم، خوراک سواله. پس ما تا الان چی گفتیم؟ یه بار از اول بریم قشنگ تکرار کن، همینجا ببندی برا. دارم دینی خوندن رو به یاد میدم. اندیشه ماننده بذری است که در چی جوانه میزند؟ ذهن. در چی ریشه میدواند؟ دل و قلب. برگوارش چیه؟ اعمال. اندیشه چند تا فایده داره؟
3 تا اندیشه چند تا فایده داره؟ 3 تا: استعداد، جوانی، آینده. برترین عبادت ها چیه؟ اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرتش. کی میگه؟ پیامبر. حدیث یا آیه؟ حدیث نبویه. از نظر کمیت چه شرایطی باید داشته باشه؟ استمرار، تداوم، پیوستگی. از نظر کیفیت درباره خدا و قدرتش باشه. هر کدام از ما بر اساس فطرت خویش خدا را میابیم، حضورش را درک میکنیم. قرآن کریم ما رو به معرفته بگو عمیق‌تر دعوت میکند و راههای گوناگونی به ما نشون میده. یکی از این راهها درک نیازمندی جهان در پیدایش خود به خداست یا هستی خود به خدا. اینکه خدا را میابیم، حضورش رو درک میکنیم، میشه شناخته. بگو فطری یا اولیه. اینکه بریم معرفت عمیق تر به دست بیاریم، صفات و افعال خدا رو بشناسیم، بهش میگن شناخت اکتسابی. حله. پس ما راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ تفکر کردن. تفکر کنیم، اندیشه کنیم، تعقل کنیم که بفهمیم خدا هست، خدا حضور داره، خدا رو بیشتر بشناسیم، بفهمیم خدا داره به من و تو هستی بخشی میکنه. نیازمندیم من و تو در هستی و پیدایشمون به خدا. پس این پاراگراف کامل بستیم، توضیح دادم، فهمیدی راجب چیه؟ اینجا رو نگاه کن. یه بیلبیلک ستاره تور اینجا داریم، یه دونه اینجا داریم. میایم صفحه بعد، تفکر در متن. گفته توضیحات صفحه قبل را به صورت یک استدلال خلاصه کنید. مقدمه اول، مقدمه دوم، نتیجه. یعنی اصلا ما الان صفحه قبل نه مقدمه اول دیدیم، نه مقدمه دوم، نه نتیجه. اینا رو من باید بهت بگم، بعد توضیح میدم متوجهش. این اولیه میشه مقدمه اول، این میشه مقدمه دوم، این پاراگراف آخر میشه نتیجه. حل. حالا اینا چی هن؟ بیا بریم اینجا، میریم تو جزوه بمب دینی، تو قسمت درس ناممون. اینجا رو نگاه کن. خلاصه درس اول، مقدمه اول. بچه ها هیچ کس هیچ چیزی ننویسه. 6 تنگ حواس اینجا تکیه بده. من این جغد من نکن، جغد یه جوری دقت میکنه، اونجوری دقت کن. خوب گوش کن یاد بگیری. مقدمه اول، ممکن الوجود. ممکن الوجود. ممکن الوجود به چی میگیم بچه ها؟ ممکن الوجود یعنی پدیده. پدیده یعنی چی؟ پدیده یعنی چیزی که وجودش از خودش نیست. بگو چیزی که وجودش از خودش نیست. تکرار کن، یاد با این کار دارم، تکرار کن. پدیده یعنی چی؟ چیزی که وجودش از خودش نیست. پدیده یعنی چی؟ چیزی که وجودش از خودش نیست. مثل این قلم. قبوله؟ این پدیده است، یعنی وجودش از خودش نیست. این دوربین پدیده است، لپتاپت پدیده است، موبایلت پدیده است، این تخته پدیده است. من پدیدم، یعنی وجودم از خودم نیست، یکی دیگه اینا رو به وجود آورده. به این میگیم پدیده. پدیده که وجودش از خودش نیست، قائم به ذات هست یا نه؟ بگو نیست. چرا؟ چون وجودش از خودش نیست، قائم به ذات نیست. قائم به ذات یعنی چی؟ یعنی وابسته به خودش. پدیده وابسته به خودشه؟ غلط کرده. پدیده وابسته به خودش نیست، یکی دیگه اونو به وجود میاره. پدیده قائم به ذات نیست یعنی به خود متکی نیست. آقا پدیده ممکن بود باشه، ممکن بود نباشه. درسته؟ رستوران پدیده شاندیز رفتی؟ یه روز نبوده دیگه، یه چیز دیگه بود. یه روزی کوبیدن ساختن شد پدیده شاندیز، یه روزم خرابش میکنن یه چیز دیگه جاش میسازن. یعنی پدیده ممکن بود باشه، ممکن بود
نباشه. آره الان هست. پیام توی امتحان نهایی به جای این عبارت میدونی چی میگن؟ بگم روانیت کنم ممکن بود نباشه، میدونی چی میگن؟ با ادبیات صورت سوال بازی میکنن تو امتحان نهایی، سختش میکنن، روانیت کنن. به جای ممکن بود نباشه میگه تقدم نیستی بر هستی. یعنی اول نبوده بعد به وجود اومده. اینا فرق تو با بقیه بعد اینجاها معلوم شه ها. میگه دانش آموز فکری هم یعنی این، یعنی یکی بهت گفت تقدم نیستی بر هستی، سریع میفهمی راجع به پدیده داره حرف میزنه، راجع به ممکن الوجود داره حرف میزنه. تقدم نیستی بر هستی یعنی میفهمی یعنی جملهش معنی چیه؟ ممکن بود نباشه. قبول؟ پس این قلم پدیده است، وجودش از خودش نیست. من میگم نقطه مقابل ممکن الوجود چیه؟ واجب الوجود. من بچه‌ها توی این مقدمه اول توی ممکن الوجود میگم ممکن الوجود یعنی پدیده. پدیده یعنی چیزی که وجودش از خودش نیست. دور و برمون رو نگاه میکنیم میبینیم این که وجود از خودش نیست، این کامپیوتر، این موبایل هم که نی، این صندلی هم که نی، این کامپیوتر هم که نی. دور و برمون پس همه اینا چی هم؟ پدیدن، یعنی وجودشون از خودشون نیست. پس هر چیزی که ما دور و برمون میبینیم بچه‌ها به یکی دیگه نیاز دارن. همه اینا به یکی دیگه نیاز دارن. یک چیز فقط در یک صورت به دیگری نیاز نداره. وقتی که چی بشه؟ وقتی که نگاه کن ذات و حقیقتش مساویه با موجود بودنش باشد. یعنی چی فکری این جمله؟ یعنی ذاتاً حقیقتاً موجود باشه، یعنی ذاتاً حقیقتاً وجود داشته باشه. بابا یعنی از روز اول خودش باشه، نیاز به کسی دیگه ای نداشته باشه. اگر اینجوری بشه خب چنین چیزی دیگه پدیده نیست دیگه. پدیده نشه یعنی قائم به ذات هست یا نه؟ پدیده نباشه یعنی قائم به ذات است، یعنی به خود متکی است. تو پدیده میگم ممکن بود باشه ممکن بود نباشه، اینجا میگم همواره همیشه هست. قبوله؟ آقا واجب الوجود مثل کی؟ خدا. ممکن الوجود همه مخلوقات، همه مخلوقات. گرفت چی شد؟ حالا منو نگاه کن. من تو مقدمه اول میگم این قلم میشه پدیده. چرا؟ چون وجودش از خودش نیست. پدیده یعنی چی؟ چیزی که وجودش از خودش نیست. میشه مقدمه اول پدیده. اینجا رو نگاه کن. مقدمه دوم یه دونه اینجا تعریف واجب الوجود رو فهمیدی؟ یه مثال شیرین شدن هم باید بلد باشی. یعنی چی فکری؟ نمیفهمم. ببین منو. شیرین شدن یعنی چی؟ خوب گوش کن. مقدمه اول تعریفش رو چی؟ ممکن الوجود پدیده، یعنی چیزی که وجودش از خودش نیست. قبول؟ این قلم. حالا تو مقدمه دوم میگم این چیزی که وجودش از خودش نیست برای به وجود آمدن نیازمند دیگری است. نیازمند دیگری است. کلمه نیازمند و دیدی میگه مقدمه دوم. پدیده مقدمه چندمه؟ خود پدیده. کلمه پدیده مقدمه چندمه؟ اول. پدیده برای به وجود آمدن نیازمند دیگری است، میشه مقدمه دوم.
چرا به این شیرین شدن داره؟ بیا. چای مقدمه چندمه؟ اول. چرا؟ چون پدیده است، وجودش از خودش نیست. اگر بگم چای برای شیرین شدن به شکر نیازمند است، میشه مقدمه دوم. آقا این تخته مقدمه چندمه؟ اول. چرا؟ پدیده است، وجودش از خودش نیست. اگر بگم تخته برای به وجود آمدن نیازمند فکری است، میشه مقدمه دوم. آقا این موبایل مقدمه چندمه؟ اول. چرا؟ پدیده است، وجودش از خودش نیست. اگه بگم موبایل برای به وجود آمدن نیازمند پیامه، میشه مقدمه دوم. پس کلمه نیازمند و دیدی میگی مقدمه دوم. قبوله؟ من اینو اینجوری می‌نویسم. ببین چی میگم. هر پدیده‌ای برای به وجود آمدن نیازمند دیگری است. کلید واژه چیو بزنم؟ نیازمند. کلمه نیازمند و دیدی میگی مقدمه دوم. پس مقدمه اول شد پدیده. حالا میگم این پدیده وجودش از خودش نیست، برای به وجود آمدن نیازمند دیگری است. این میشه مقدمه دوم. مقدمه دوم دو تا تعریف بعد راجبش بدونید. یکی تعریف واجب الوجود و این داستانا، یکم تعریف این کلمه نیازمند. این جمله رو اکثر بچه‌ها تو امتحان نهایی سوتی میدن، اشتباه میزنن مقدمه اول. چرا؟ اینجوری میخونه، میگه هر پدیده‌ای برای وجود پدیده گفت مقدمه اول میزنه میره. آقا جمله رو کامل بخون تا ته. پدیده خودش بله مقدمه اوله، اما این نمیگه پدیده. آخرش رو ببین چی گفته نیازمند. پدیده میشه مقدمه اول، پدیده‌ای که نیازمنده میشه مقدمه دو. قبول؟ این دوتا مقدمه میخوایم نتیجه بگیریم. یه مقدمه اول خوندیم، یه مقدمه دوم خوندیم. الان نتیجه میگیریم. نتیجه چیه؟ ما و همه پدیده ها، ما و همه موجودات جهان در هست شدن و به وجود آمدن نیازمند آفریننده‌ای هستیم که اون آفریننده کیه؟ خداست. همه اینا رو گفتیم که برسیم به این که همه مخلوقات نیازمند به کیان؟ خدا. الان میرم تو کتاب، بعد برمیگردیم اینجا رو با هم کامل میکنیم. کار دارم باش. حله؟ اینجا رو نگاه کن. مقدمه اول، اینم مقدمه دو. با من باش. مقدمه اول، اگر به خود نظر کنیم خود را پدیده ای میابیم. پدیده مقدمه چندمه؟ اول. این سوال میتونه باشه که وجود و هستیمان از خودمان نیست. وجود و هستیمون از خودمون نیست دیگه. در اشیاء پیرامون نیست که تأمل کنیم، آنها را همین گونه میبینیم. حیوانات، نباتات یعنی گیاهان، جمادات، جامدات، زمین، ستاره، کهکشان، همه را پدیده هایی میابیم که وجودشان از خودشان نبوده و نیست. پس پدیده ها وجودشون از خودشون نیست دیگه. بلدی دیگه، گفتم پدیده یعنی چی؟ چیزی که وجودش از خودش نیست. مقدمه دوم، پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست برای موجود شدن نیازمند به پدیده آورنده ای هستن. این جمله کلید واژه چی داره بزنم؟ نیازمند. این جمله رو داد میگی مقدمه چندم؟ دوم. این جمله میشه مقدمه دوم. چرا؟ چون کلمه نیازمند داره. میگه پدیده‌ای که وجودش از خودش نیست برای به وجود آمدن نیازمند دیگری است. نیازمند کیه؟ نیازمند کسی که خودش پدیده نباشه دیگه. خودش پدیده نباشه، وجودش از خودش باشد. همانطور که چیزهایی که شیرین نیستن برای شیرین شدن مثالو داشته باش، نیازمند به چیزی هستن که خودش شیرین باشه. عبدالرحمن جامی این شعره رو نگاه کن. ذات نایافته از هستی بخش چون تواند که بود هستی بخش.
خشک ابری که بود ذاب تویی ناید از وی صفت آب دهی. میگه چیزی که وجودش از خودش نیست چجوری میتونه به یکی دیگه هستی بخشی کنه؟ چیزی که هستیش از خودش نیست چجوری میتونه به بقیه هستی بخشی کنه؟ ابری که خودش خشکه چجوری میتونه بارون بباره؟ یعنی نیازمنده دیگه، یعنی خودش نیازمنده یکی دیگه است. پس این شعرها میشه مقدمه چندم؟ دوم. مقدمه دوم. این دو بیت شعر رو حواست باشه. گفتم شعرها تو امتحان نهایی میاد شعر رو میده میگه مقدمه چندمه، میگه مقدمه دوم. میگه آری در آفرینش نیز یک موجود فقط در صورتی در وجودش نیازمنده به یکی دیگه نیست. من گفتم هرچی دور و برمون میبینیم به یکی دیگه نیاز داره دیگه، مگر در یه صورت. چه وقتی خودش ذاتاً موجود باشد. خودش ذاتاً موجود باشد و بچه ها منو نگاه کنین، خودش ذاتاً موجود باشد و من چجوری نوشتم تو جزوه؟ نوشتم ذات و حقیقتش مساویه با موجود بودنش باشه، فرقی نداره. جفتش یه معنی میده، حواست باشه. یا میگه ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودنش باشد، یا میگه خودش ذاتاً موجود باشد، خودش ذاتاً وجود داشته باشه، فرقی نداره. میگه اگر اینجوری بشه خب در این صورت چنین چیزی دیگه پدیده نیست، نیاز پدید آورنده هم نداره، همواره بوده است، همواره خواهد بود. این نیست که دیگه حالا ممکنه باشه ممکنه نباشه، نداریم، چون خودش وجودش از خودشه. این بچهای من این تعریفی از چیه؟ واجب الوجود. توی تعریف اصطلاحات میتونه واجب الوجود رو سوال بده. میبینی چجوری سوال میدن؟ شما کلمه و لفظ واجب الوجود رو اینجا نمیبینی، ولی مفهومی خوندن یعنی همین. یعنی تو امتحان نهایی میاد میگه واجب الوجود رو تعریف کن تو تعریف اصطلاحات، بعد اینو بنویسی. چیزی که خودش ذاتاً موجوده، پدیده نیست، نیاز به پدید آورنده ندارد، همواره بوده است و خواهد. این میشه تعریف واجب الوجود. قبول؟ پس ما یه مقدمه اول خوندیم، بیا با هم نگاه کنیم. سبز کردم یه مقدمه اول که گفتیم چیه؟ پدیده. مقدمه دوم گفتم این پدیده به یکی نیازمنده. این دوتا یه نتیجه میگیریم، نتیجهش دیگه چیزی نداره، تابلوه. میگه با توجه به دو مقدمه فوق میتوانیم نتیجه بگیریم که ما و همه پدیده های جهان در پدید آمدن و هست شدن به آفریننده نیازمندیم. یعنی کی؟ خدا. این جمله رو باید حفظ باشید که خودش پدیده نباشد، سرچشمه هستی باشه. این موجود برتر و متعالی کیه؟ خدا. حله؟ اینجا می نویسم، توی نتیجه می نویسم. چی می نویسم؟ ما و مجموعه پدیده های جهان در پدید آمدن و هست شدن به خدای متعال نیازمند هستیم. به کی؟ خدا. این یه خط نتیجه رو بچه ها باید حفظ باشید، این جمله رو. تمام. این شد مقدمه اول، مقدمه دوم و نتیجه گیری. حالا اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. تفکر در متن رو الان میفهمی چی میگه. میگه با توجه به توضیحات قبل اینا رو تکمیل کن. مقدمه اول میگه ما و این جهان چی بودیم؟ ما و این جهان چی بودیم؟ سامی تو بگو ببینم چی میتونی بگی. ما و این جهان چیم هممون؟ گفت پدیده. مقدمه اول ما و این جهان پدیده هایی هستیم که وجودمان از خودمان نیست. پس چیم؟ پدیده ایم. مقدمه اول. حالا میرم مقدمه دوم. موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست. سامی، موجوداتی که وجودشون از خودشون نیست بهشون میگیم چی؟ پدیده. یعنی همون پدیده. موجوداتی که وجودشون از خودشان نیست برای به وجود آمدن نیازمند
دیگری هستند. چه کلمه‌ای رو مارک کنم؟ نیازمند. مقدمه دوم نیازمند. مقدمه دوم نیازمند. کلمه نیازمند دیدیم میگه مقدمه دوم. و نتیجه میخوایم بگیریم از این دوتا مقدمه. ما و مجموعه پدیده های جهان، گفتم بعد اینو حفظ باشید، در پدید آمدن و هست شدن به خدای متعال نیازمند هستیم. به کی؟ به خدا. این شد مقدمه اول، مقدمه دوم و نتیجه. حل. آقا رشته کلام پاره نشه. ما راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ اول درس گفتم ما در 2 مرحله به خدا نیاز داریم، پیدایش، بقا. ما الان در مرحله چی داریم حرف میزنیم؟ پیدایش. ما الان تو مرحله پیدایش داریم صحبت میکنیم که اون پاراگراف مهمه رو خوندیم. هر کدوم از ما بر اساس فطرت خویش خدا را میابیم، حضورش رو درک میکنیم. مقدمه اول رو خوندیم راجع به پدیده، مقدمه دوم رو خوندیم که اون پدیده نیازمنده به کسی که خودش پدیده نباشه، و اومدیم این دوتا مقدمه نتیجه گرفتیم. حل تا اینجا. خب آقا بریم ادامه کار. گفتم ما بچه‌ها در 2 مرحله به خدا نیاز داریم، نیازمندی در پیدایش، نیازمندی در بقا. پیدایش رو بستیم، تموم شد. الان میخوایم وارد بقا بشیم. اینجا رو نگاه کن، نیازمندی در بقا. یه داستان اینجا نوشته، اینو با هم بخونیم بعدش توضیح میدم چیه. میگه شما حتما نام مسجد گوهرشاد را که در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام است شنیدید. پس آقا مسجد گوهرشاد کجاست؟ مشهده. نگی اصفهانو. شاید بارها آن را دیده و در آن نماز خوانده اید. این مسجد یکی از شاهکارهای هنر ایرانی بازمانده از دوره تیموریان است و جاذبه زیادی برای گردشگران و زائران دارد. هیچ روخونی. این مسجد باشکوه همچنان باقی است. اما بچه‌ها از معمار و بنا و کارگرانی که آن را با عشق و هنر بنا کردن خبری نیست. درسته دیگه؟ آیا رابطه خدا با جهان نیز مانند رابطه بنا با مسجد است؟ سوال چیه؟ ما میخوایم نیازمندی در بقا رو بچه‌ها توضیح بدیم. با یه مثال شروع کرده. میگه مسجد گوهرشاد رو نگاه کن، الان هست تو مشهد، ولی خبری از معمار و بنا و سازندش نیست. ببین چی میگم. بچه من، رابطه خدا با ما مثل رابطه منبع نور با پرتو نور. رابطه خدا با ما مثل رابطه دریا و امواج دریا. یعنی چی؟ وقتی میگم رابطه خدا با ما مثل رابطه منبع نور با پرتو نوره، یعنی این پرتو تا زمانی هست که منبع باشه. منبع اگر نباشه پرتو هم نیست. وقتی میگم رابطه خدا با ما مثل دریا و امواج دریایی، یعنی دریایی نباشه موجی به وجود نمیاد. بحث چیه؟ بحث بقاه. این ساختمونی که الان من اینجا وایسادم، این استودیویی که بچه‌ها من الان دارم به شما درس میدم، نمیدونم کی ساخته. اصلا سازندش زنده است، مرده است، ولی این ساختمونه هست. رابطه خدا با ما مثل رابطه بنا و این ساختمونه؟ نه. چرا؟ چون این ساختمون ساخته میشه، تموم میشه، در بقاش، در باقی بودنش، در ادامه داشتنش به اون بنای نیاز نداره. ولی من و توی مخلوق در بقامون به خدا نیاز داریم. رابطه خدا با ما بچه‌ها مثل رابطه ساعت و ساعت سازه؟ نه. آقا من نمیدونم این ساعت رو کی ساخته. یارو زنده است، مرده است، ولی این ساعت داره برای من کار میکنه. پس این ساعت در بقای خودش نیازی به سازندش نداره. اما من و تو در بقامون به خدا نیاز داریم. چرا بچه حالا رابطه خدا با ما مثل رابطه بنا و معمار با ساختمون نیست؟ بچه بنا، معمار هستی بخشی نمی کنن. خدا هستی بخشی میکنه. خدا هستی بخشی میکنه. معمار و بنا هستی بخشی نمی کنن.
بچه ها بنا چینش میکنه، جا به جا میکنه، آجر رو میذاره اینجا، تیر رو میذاره اینجا، ستون رو میذاره اونجا، هستی بخشی نمیکنه. مثلا به گچ خاصیت چسبندگی رو که بنا نمیده، خدا میده. کار بنا فقط چینش ایناست، جابجایی اجزاه. برای همینه که نمیتونیم بگیم رابطه خدا با ما مثل رابطه بنا و ساختمونه. چرا؟ چون ساختمون ساخته میشه در بقای خود نیازی به سازندش نداره، اما من و توی مخلوق در بقای خود به خدا نیازمندیم. کل داستان اینه. نگاه کن، همینه که گفتم و اینجا نوشته. میگه اگر اندکی دقت کنیم در میابیم بچه ها یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود داره. مسجد گوهرشاد از مصالح ساختمانی مثل خاک، سنگ، گچ، چوب، کاشی و غیره تشکیل شده که هیچ کدوم از آنها را بنا به وجود نیاورده است. هر یک از این مصالح خواصی دارند که بنا آن را ایجاد نمی کند. بنا حاجی جان نه چسبندگی گچ رو ایجاد میکنه، نه سختی و استحکام سنگو. به عبارت دیگر بنا نه اجزای ساختمان را پدید میاره، نه خواص اونا رو. کار بنا چیه؟ جا به جا کردن مواد، چینش اوناست. بنا فقط داره جا به جا میکنه، خلق نمیکنه، هستی نمیبخشه. اما خداوند خالق سنگ و گچ و چوب و خواص اونا و حتی خالق خود بناست. کی؟ خدا. یعنی خدا هستی بخشی داره میکنه. بر این اساس وجود بنا و نیز وجود مصالح و خواص آنها همه وابسته به خداست. وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، جمله رو ببین، خدا هر لحظه اراده کند آنها از بین میرن، ساخته ها متلاشی میگردن. یعنی پس این ساختمونه در بقاش، اون بناه در بقاش به خدا نیاز داره. به همین جهت جهان همواره و در هر آن به خدا نیازمند است. جهان همواره و در هر آن، آن یعنی لحظه، معنی رو بلد باش. جهان همواره و در هر آن، هر لحظه و همواره یعنی چی؟ وای، یعنی همیشگیه، پیوسته است. نیازمندی من و تو به خدا قطع نمیشه، کم نمیشه. این جملاتی که میگم و میتونه تو صحیح غلط بده ها. نیازمندی من و تو مخلوق به خدا قطع نمیشود، کم نمیشود، همواره و در هر آن، در هر لحظه به خدا نیاز داریم. این نیاز هیچگاه قطع یا کم نمیشود. به عنوان مثال میتوان گفت که رابطه خداوند با جهان تا حدی شبیه رابطه مولد برق با جریان برق، همون منبع نور و پرتو نوری که مثال زدم. همین که مولد متوقف بشه جریان برق هم قطع میشه، لامپاش خاموش میشه. بنابراین اینجا رو ببین، مسجد بچهای من با ساخته شدن، وقتی مسجد ساخته میشه تموم میشه، از بنا بی نیاز میشه دیگه. اما موجودات چنین نیستن. پس از پیدایش همچنان مانند لحظه نخست خلق شدن که به خدا نیاز داشتیم، به خداوند نیازمندن. از این رو دائما با زبان حال به پیشگاه الهی عرض نیاز میکنن. از این رو دائما یعنی همواره با زبان حال به پیشگاه الهی عرض نیاز میکنن. پس ما نیازمندمون به خدا فقط صرفاً منحصر به مرحله به وجود آمدن و خلق شدن نیست.
ما هم در مرحله خلق شدن، پیدایش، به وجود اومدنمون به خدا نیاز داریم. حالا به وجود اومدیم، اوکی بابا، برای اینکه ادامه هم داشته باشیم، بقا داشته باشیم، هم به خدا نیازمندیم. شعرها رو ببین. ما چوناییم و نواد در ما ز توست. میگه ما چوناییم، ما مثل ناییم ولی نوامون از توه، کوهیم صدامون از توه. هرچی داریم از خدا داریم، نیازمند خداییم. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، ما کی باشیم؟ تو داری جون میدی به ما، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدمهاییم و هستیهای ما، تو وجود مطلقی فانی نما. بچهای من، همه این شعرها میشه نیازمندی مخلوقات به خدا. همه این اشاره به چی داره؟ نیازمندی ما به خدا. اینجا رو نگاه کن. ما عدمهاییم و هستیهای ما. ما عدمهاییم یعنی چی؟ ببین میخوام رنده بازی، یعنی اینا پیام کلیه این شعرها رو گفتم، میخوام بریم توی یه بیت مصرعش رو داریم در میاریم نکتهش رو. ما عدمهاییم یعنی ما نبودیم، ما میتونستیم نباشیم. ما عدمهاییم یعنی ما چیم؟ پدیده. پدیده ممکن الوجود، یعنی مقدمه اول پدیده ایم. میگه تو وجود مطلقی فانی نما، تو وجود مطلقی به خدا میگیم. این یعنی چی؟ یعنی خدا چیه؟ واجب الوجود، یعنی مقدمه دوم. دیگه چی شد؟ مصرع اول میشه مقدمه اول، مصرع دوم میشه مقدمه دوم. مصرع اول راجع به ممکن الوجود بودن ما، پدیده بودن من تو صحبت میکنه. مصرع دوم راجع به واجب الوجود بودن خدا صحبت میکنه. میگه ما همه شیران ولی شیر علم. علم یعنی چی؟ پرچم. معنی رو بلد باش. میگه ما شیریم ولی شیری که نقاشی شده روی پرچم، فاز شیر گرفتیم. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد. من شیری که نقاشی شدم روی پرچم موقعی میتونم حمله کنم که باد بیاد این پرچم تکون بخوره، من فاز گندگی بگیرم. حمله من از باد باشد دم بدم، یعنی این شیره برای اینکه فاز گندگی بگیره حمله کنه نیازمنده باده. اشاره به چی داره؟ نیازمندی ما رو داریم، نیازمندی مخلوقات رو داره میگه. حاجی جان نیازمندی. این بیت آخر بیت معروفیه، بنزه موهای کلت سوال اومده، چه زمانی که سوالات دروس عمومی در کنکور تستی مطرح میشد، چه زمانی که تشریحیه. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. اشاره به چی داره؟ نیازمندی مخلوقات. قبول؟ بریم سراغ این آیه. گوش کن، مهم. آیه اول، یا ایها الناس. خوب گوش کن ببین چی میگم. میگه یا ایها الناس انتم فقراء الی الله والله هو غنی و حمید. میگه ای مردم شما نیازمند به خدایین، فقیر الی اللهید. انتم فقراء الی الله، فقیر الی الله، فقیر به خدایید یعنی نیازمندین. خدا چیه؟ بی نیازه. شما نیازمندی، خدا بی نیازه. کل آیه اینه، داره میگه آقا من و تو نیازمندیم، خدا بی نیازه. ببین اول آیه میگه یا ایها ناس. بچهای من، ما دو نوع خطاب داریم. چند نوع؟ دو نوع خطاب، یا عامه یا خاصه. بگو خطاب یا عامه یا خاصه. اگه گفت یا ایها الناس میگه خطاب عامه، همه مردم. اگه گفت یا یه آیه رسیدیم گفت یا ای الذین آمنو، میگه خطاب خاص مؤمنان. خاص مؤمنان رو داره خطاب قرار میده.
پس ما دو نوع خطاب داریم، خطاب یا عامه یا خاصه. اگه گفت یا ایها الناس میگه خطاب عام همه مردم، اگه گفت یا الذین آمنو میگه خطاب خاص مومن. اینجا ناس میگه خطاب عام همه مردم، همه مردم. حالا میتونیم در حالا تفسیرش خیلی شما نمیخواد تو این فضا برید، ولی این آیه همه مخلوقات رو هم میتونیم در نظر بگیریم، چون بحث نیازمندی شما نمیخواد. میگه انتم فقراء الی الله، یعنی شما نیازمند به خدایین. پس کلید واژه فقرا، نیازمند. خدا چیه؟ خدا غنیه. غنی یعنی بی نیاز. خدا چیه؟ غنیه. غنی یعنی بی نیاز. پس ما فقیریم، خدا غنیه. فارسی ما نیازمندیم، خدا بی نیازه. یه نکته بچهای من، غنی یک، حمید دو. این دوتا صفت خدا رو به ترتیب عربی فارسی حفظ باشید. غنی یعنی بی نیاز، حمید یعنی ستوده. سوال اینجوری میگه تو قسمت آیات و روایات، میگه یا ایها الناس انتم فقراء الی الله والله هو، سه نقطه ادامهش رو نمیده، میگه به ترتیب پس از بیان فرق و نیازمندی مخلوقات نسبت به خداوند به کدام صفات الهی اشاره شده است. به ترتیب بعد بگه غنی، حمید، بی نیاز، ستوده. میتونه بیاره تو تست، میگه یا ایها الناس انتم فقراء الی الله والله هو، سه نقطه ادامهشو نمیده، میگه به ترتیب به کدام این صفات الهی اشاره شده است. غنی، حمید، حمید غنی، غنی کریم، کریم غنی. میگه غنی و حمید. غنی یعنی بی نیاز، حمید یعنی ستوده. خب این شد نیازمندی مخلوقات، بی نیازی خدا. تابلو دیگه، ما نیازمندیم، خدا بی نیاز. بریم آیه بعدی. آقا یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، کلش حفظ میکنیم. کلید واژه یسأله شأن. یسأله شأن. بگو یسأله شأن. بگو یسأله شأن. یسأله شأن. داستان چیه؟ ببین چی میگه. میگه یسأله من فی السماوات و الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمینه پیوسته از خدا چیکار میکنه؟ درخواست میکنه. یسأله، مسئلتون، یسأله درخواست میکنه. هر آنچه در آسمون و زمین از خدا درخواست میکنه. کل یوم هو فی شأن، خدا همواره دستن در کار هر امریه. خدا دستن در کار هر امریه یعنی چی؟ یعنی این جهان با همه مخلوقاتش با اراده و تدبیر خدا، با اراده و تدبیر خدا داره حرکت میکنه، اداره میشه. شنیدی دیگه، میگم برگی از روی درخت نمیافتد مگر به اراده خدا. خدا دستن در کار هر امریه. یسأله من فی السماوات و الارض، هر آنچه در آسمون و زمینه داره خدا درخواست میکنه. خدا دستن در کار هر امری. منو نگاه. یه نکته، یسأله من فی السماوات و الارض یعنی هر آنچه در آسمان و زمینه از خدا درخواست میکنه. اشاره به چی داره؟ من میتونم بگم این خط اول آیه بچه اشاره به چی داره؟ اینکه درخواست میکنن در آسمان ها و زمین از خداوند، اشاره به چی داره؟ نیازمندی مخلوقات به خدا، نیازمندیشونو داره میگه. مگه نشد نیازمندی؟ میتونم بگم با چی قرابت داره؟ آیه یسأله با فقرا قرابت داره. جفتشون دارن نیازمندی مخلوقات. خط پایینی کل یوم هو فی شأن، خدا دستن در کار هر امریه. این اشاره به چی داره؟ بی‌نیازی خدا. خب وقتی این بی‌نیازی خداست، این با چه قرابت داره؟ با غنی و حمید.
اینم ترکیبی. پس آیه فقرا با آیه یسأله قرابت داره، جفتش میشه نیازمندی. آیه غنی با آیه شأن قرابت داره، جفتش میشه بی‌نیازی خدا. منو نگاه کن، منو نگاه کن، اینجا می نویسم، اونا رو یه جمع‌بندی کنم. میگم آیه فقرا قرابت داره با آیه یسأله، جفتشون اشاره به چی دارن؟ نیازمندی مخلوقات به خدا. آیه غنی با آیه شأن قرابت داره، جفتش اشاره به چی داره؟ بی‌نیازی خدا. جفتش میشه بی‌نیازی. این نیازمندی، این بی‌نیازی. قبوله؟ حالا سوال خوب گوش کن، برو قرآن خوب گوش کن، اینو نمیدونن ها، مردم اشتباه میزنن، نمیفهم. میگه کدام آیه، کدام آیه اشاره به نیازمندی مخلوقات به خدا داره؟ کدام آیه اشاره به نیازمندی مخلوقات به خدا داره؟ یکی از گزینه ها میگه انتم فقراء الی الله، یکی از گزینه ها میگه یسأله من فی السماوات و الارض. یکی میگه فقرا، یکی میگه یسأله. کدوم میزنی؟ سوالم پرسید اشاره به نیازمندی. وقتی همچین سوالی میدن میگه کدوم نیازمندیه، یکی از گزینه‌ها فقراست، یکی یسأله، اولویت اول ما چیه؟ فقرا. شما دنبال فقرا باید بگردی. چرا؟ چون دقیقاً معنی فقرا میشه نیازمندی. یسأله یعنی درخواست کردن. و همینطور اینجا میگه کدوم بی‌نیازی خداست، یکی از گزینه‌ها میگه والله هو غنی و حمید، یکی میگه کل یوم هو فی شأنه. اولویت اینجا با کدومه؟ گرفتی چی شد؟ پس فقرا با یسأله قرابت داره، جفتش میشه نیازمندی. غنی با شأن قرابت داره، جفتش میشه بی‌نیازی. منو نگاه کن. میام اینجا، این آیه رو خوندیم، سوال رو نگاه کن. سوال پرسه، علت معلول رو جلسه بعدی درس میدم که بسیار مهمه و باش کار داریم تا آخر سال. سوال ببین، چرا موجودات پیوسته از خدا درخواست دارن؟ چرا درخواست میکنن؟ چرا یسأله میکنن؟ چرا درخواست دارن؟ چون نیازمندن. ببین من میگم چون نیازمندن، در نتیجه درخواست میکنن. من نیازمند پولم، من به پول نیاز دارم، میرم درخواست وام میکنم از بانک. چرا میرم درخواست وام میکنم؟ چرا؟ چون نیاز دارم به پول. مخلوقات چون نیاز دارن به خدا میرن درخواست میکنن. حالا این نیازمندی میشه فقرا، درخواست به عربی میشه چی؟ یسأله. این رابطه علت معلولی داره، هفته بعد بهت درس میدم. پس تا الان فهمیدی هم عربی هم فارسی چرا درخواست میکنن؟ چون نیازمندن. به عربی میپرسه چرا یسأله من فی السماوات و الارض؟ سوال تای سوال الان داغی، نمیفهمی چی میگم. میگه چرا یسأله من فی السماوات و الارض؟ جواب عربی میتونی بگی چون انتم فقراء الی الله. یعنی چرا درخواست میکنن؟ چرا یسأله؟ چون نیازمندن، چون فقرا. این مثال من یادت باشه تو ذهنت. فکری چرا درخواست وام میکنه؟ چون نیاز داره به پول. من پول لازمم، پول نیاز دارم، میرم از بانک درخواست وام میکنم. نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی میشود؟ همه مراحل زندگی. نیازمندی ما به خدا
همه مراحل زندگیمونه، یعنی هم پیدایش هم پیدایش هم بقا. منظور از اینکه خدا هر لحظه دستن در کار هر امری هم که بهتون توضیح دادم. حالا این الان آیه رو دیدی؟ اون جزوه بمب دینیو که میگیری به عنوان تکالیفه، این سوالایی که میبینی زیر آیه ها اومده عیناً اینا تو جزوه‌تون هست، تو پاسخنامه تشریح هم پاسخش نوشته شده و کلمات کلیدی و مهم بهت نشون دادم با یه فونت متفاوت و با رنگ قرمز نوشته شده که شما در جوابت باید اون کلمات قرمز باشه، اگر نباشه ازت نمره کم میشه. گرفتی چی شد؟ خیلی خوب. پس اینم از این. ما اومدیم اینجا راجع به چی خوندیم؟ نیازمندی در بقا. تیتر رو نگاه کن، اینم بگیم. آگاهی سرچشمه بندگی. اینا روابط علت معلولی دارن ها. گفتم علت معلول هفته دیگه درس میدم، برمیگردیم همه اینا رو با هم کار میکنیم. آگاهی سرچشمه بندگی یعنی چی؟ اصلا این جمله یعنی چی؟ آگاهی سرچشمه بندگیه. مشخصه دیگه، یعنی اگر آگاهیت بره بالا، شناختت نسبت به خدا بره بالا. اول درس چی گفتم؟ خداوند ما رو به معرفت بگو عمیق‌تر دعوت میکنن. معرفت گفتم یعنی شناختت، آگاهیت بره بالا نسبت به خدا، بهتر و راحت‌تر خدا رو بندگی میکنی، بیشتر خدا رو بندگی میکنی. چه زمانی من و تو خدا رو بیشتر بهتر بندگی میکنیم؟ وقتی شناختمون نسبت به خدا بیشتر شه، آگاهیمون نسبت به خدا بیشتر شه. سوالو ببین، انسان‌های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خدا بی‌توجهن. کیا؟ انسان‌های ناآگاه. آقا میتونه جا خالی بده، میتونه صحیح غلط بده، میتونه تست بده. کیا نسبت به نیاز دائمی ما به خدا بی‌توجهن؟ انسان‌های ناآگاه. نزنی جاهل، نزنی غافل، ناآگاه. کتاب نوشته ناآگاه، تو باید بگی ناآگاه. اما انسان‌های آگاه دائما سایه لطف و رحمت خدا را احساس میکنن و خود را نیازمند عنایات پیوسته خدا میدانن. پس این شد تفاوت انسان آگاه و ناآگاه. تو رو قرآن حواست باشه. انسان ناآگاه چه ویژگی دارن؟ انسان آگاه چه ویژگی دارن؟ انسان آگاه میفهمه آقا همواره همیشه به خدا نیازمند. هرچه معرفت انسان، هرچه معرفت گفتم یعنی چی؟ پیام. معرفت گفتم یعنی چی؟ شناخت. هرچقدر شناخت انسان به خودش و رابطش با خدا بیشتر بشه، نیازش به خدا رو بیشتر احساس میکنه، بندگی و ناتوانیش هم بیشتر میشه. شو 3 تا. معرفتت زیاد شه، نتیجهش چیه؟ میفهمی چقدر به خدا نیاز داری، در نتیجه بندگیت هم بیشتر میشه. منو نگاه کن. اینجا چی میگه؟ معرفت انسان به خودش، رابطش با خدا. خودتو بشناسی. یعنی چی خودمو بشناسم؟ بشینی یه ریزه فکر کنی ببینی خداوند تو رو با چه ویژگی‌هایی خلق کرده. خداوند چه آپشنایی در تو قرار داده. بابا مثلا آپشن چی قرار داده؟ فکر خب بیا اختیار داده، عقل داده، برات پیامبر فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده. خودتو بشناسی. بچه‌ها این که ما خودمون رو بشناسیم چند تا اصطلاح باید بلد باشید. شناخت انسان، خودتو بشناسی. بهش چی میگیم؟ خودشناسی یا خودبینی یا سیر انفسی. انفسی یعنی نفس. در خودت سیر و سفر کنی، بشناسی خودت. شناخت جهان. جهان رو بشناسی بهش چی میگن؟ میگن جهان شناسی یا جهان بینی یا
سیر آفاقی، در آفاق تفکر میکنی. خدا رو بشناسی، شناخت خدا، بهش میگن خداشناسی، خداشناسی یا خدابینی. آقا اینا رو بلد باش، اینا رو بلد باش. اینجا میگه خودتو بشناسی، رابطه تو با خدا بشناسی، معرفتت زیاد شه. افزایش بهش میگن چه؟ خودشناسی. نگه خداشناسی ها، خودشناسی. نتیجهش چیه؟ فقر و نیازتو به خدا بیشتر میفهمی، بندگی زیاد میشه. 1 2 3 ترتیب مهمه. منو نگاه کن. من میرم اول خودم رو میشناسم، رابطمو با خدا میشناسم، یعنی خودشناسیمو زیاد میکنم. خودشناسیم زیاد شد، وقتی شناختم خودم و رابطمو، فقر و نیازم به خدا بیشتر میشه، میفهمم چقدر به خدا نیاز دارم. وقتی نیازمندیم به خدا بیشتر شد، بندگی عبودیت هم بیشتر میشه. ترتیب این سه تا برای ما بچه ها مهمه. یه بار دیگه بگم، اول خودم رو میشناسم، رابطه‌مو با خدا بهش میگن خودشناسی. از اول خودشناسی زیاد میشه، بعد نیازمندیم به خدا بیشتر میشه، بعد عبودیت بندگیم بیشتر میشه. سوال: چه زمانی عبودیت بندگی من بیشتر میشه؟ یه پله میای وقتی فقر و نیازم رو به خدا بیشتر درک میکنم. نگی وقتی خودشناسی میرسی یکی یکی میای عقب، یکی یکی میری جلو. میگم چه زمانی بندگی عبودیتم بیشتر میشه؟ یه پله گفت میری عقب فکری. وقتی فقر و نیازم رو به خدا بیشتر درک. چه زمانی فقر و نیازم رو بیشتر درک میکنم؟ وقتی خودشناسی برسم، خودم رو بشناسم. برای همین 1 2 3 زدم، ترتیبش مهمه. یکی یکی به ترتیب میای جلو و برمیگردی عقب. قبوله؟ اینجا تیتر چی بود؟ آگاهی سرچشمه بندگیه. آگاهی یعنی این، خودشناسی، خودتو بشناسی، معرفتت زیاد شه. میگه این سرچشمه در نهایت چیه؟ بندگیه. این قراره در نهایت خونه آخر به چه چیزی ختم بشه؟ بندگی خدا، عبادت خدا، پرستش خدا. میگه برای همین است. اینجا برای همین است. برای کدام است؟ رنده بازی یعنی اینجوری باید کتاب بخونی. برای همین است. برای کدام است؟ درک نیازمندی به خدا. برای همون ستایی که صفحه قبل خوندی. خودشناسی زیاد چه؟ فقر و نیاز تو به خدا بیشتر درک میکنی، بندگیت زیاد میشه. میگه برای همینه که پیامبر گرامی ما با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی عاجزانه از خداوند میخواد که برای یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد. سوال: لطف و رحمت خدا بر پیامبر گرامی چگونه لطفی است؟ چگونه رحمتی؟ خاص. لطف و رحمت خدا برای پیامبر خاصه. پیامبر از خدا میخواد که لطف و رحمت خاصش رو برای یک لحظه هم ازش نگیره. اونا به حال خودش واگذار نکن. حدیث رو ببین، پیامبر میگه حدیثه، بهش میگیم حدیث نبوی. چی میگه؟ اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. کلید واژه تکلنی عین ابدا، کلش حفظ میکنی؟ با من باش. تکلنی عین ابدا. پیامبر چی میفرماید؟ خدایا هیچگاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وا مگذار. هیچگاه مرا چشم به هم زدنی به حال خودم واگذار نکن. ببین منو. این اشاره به چی داره؟ مرا چشم به هم زدنی به حال خودم واگذار نکن، یعنی نیازمنده به خداست. ببین چی می نویسم؟ نیازمندی به خدا.
اینجا هم گفت دیگه برای همینه، یعنی نیازمندیشو پیامبر درک کرده، پیامبر به خودشناسی رسیده، فقر و نیازشو به خدا درک کرده، فهمیده به خدا نیاز داره، بندگی عبودیتش زیاد میشه. واسه همین از خدا درخواست میکنه که آقا منو بالا خودم واگذار نکنی ها. اینو نگاه کن، اینو نگاه کن. مصداق یعنی چی پیام؟ مصداق یعنی چی؟ مثال، نمونه. این دعای پیامبر هست، این حدیث پیامبر یه مصداقی، یک نمونه ای از آیه اینجا رو یسأله من فی السماوات والارض. چرا فکری؟ یسأله کلید واژه‌مون بود. چی بود؟ درخواست کردن. من تو این آیه صفحه قبل یسأله من فی السماوات والارض چی گفتم؟ گفتم هر آنچه در آسمان و زمینه پیوسته داره از خدا درخواست میکنه. آقا هر چی تو این جهانه داره از خدا درخواست میکنه. یه نمونهش اینا، پیامبر داره درخواست میکنه خدا. فکر از کجا فهمیدی درخواست میکنه؟ پیامبر با اون مقام و منزلت خود عاجزانه از خداوند میخواهد یعنی درخواست. آره اینجوری رنده میکنی کتابو واسه 20. میخواهد یعنی درخواست داره میکنه. درخواستش چیه؟ یه لحظه هم به حال خودش واگذار نکنه خدا. پس یه مصداق، من توی این آیه گفتم هر آنچه در آسمون و زمینه داره خدا درخواست میکنه. میگه فکر یه نمونه به من بگو اینا. پیامبر داره درخواست میکنه. حالا آروم بگی پیام، این درخواست کردن مگه نیست؟ درخواست نتیجه چی بود؟ درخواست نتیجه چرا درخواست میکردیم؟ چرا؟ گفتم فکری. چرا درخواست وام میکرد؟ یادت بیاد چون نیازمند پول بود. پیامبر چرا درخواست میکنه؟ چون نیازمند به خداست. چون نیازمند به خداست در نتیجه درخواست میکنه. چرا درخواست میکنه؟ چون نیازمنده. قبوله؟ حالا من اینجا این صفحه قبل این شعرها رو مگه همه رو ننوشتم نیازمندی مخلوقات به خدا؟ یعنی این شعرهایی که شده نیازمندی مخلوقات به خدا یک مقدمه برای درخواست کردن. این بیت آخر رو مثلا نگاه کن، ما همه شیران ولی شیر علم. گفتم نیازمندی ما رو داره میگه، حملمون از باده، بعد باد نیازمنده، بادیم که فاز گندگی بگیریم حرکت کنیم. پس من اینجا اینو مینویسم، ببین چی میگم. آخریشه نتیجه درک ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. چرا؟ چون این اشاره به چی داره؟ نیازمندی. نتیجه نیازمندی میشه چی؟ درخواست کردن. اینم درخواست کردن. اینو میتونه به عنوان یک سوال بده، بگه اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. نتیجه و حاصل درک کدام گزینه است؟ من حالا اینجا یه مثال زدم، شعر ما همه شیران رو نوشتم. ممکنه آیه بده انتم فقراء الی الله، آیه بده یسأله من فی السماوات، هر آن چیزی که اشاره به چی داره؟ نیازمندیه. گرفتی چی شد؟ پس اینم شد نیازمندی در بقا. ما امروز یه مقدمه از درس خوندیم، اندیشه مانند بذریست که در ذهن جوانه میزند در دل و قلب ریشه میدواند. نیازمندی در پیدایشون پاراگراف مهمه رو خوندیم، شناخت فطری، شناخت اولیه، شناخت اکتسابی. مقدمه اول پدیده رو خوندیم، مقدمه دوم پدیده نیازمنده رو خوندیم، نتیجه این دوتا مقدمه رو خوندیم، اومدیم نیازمندی در بقا خوندیم، مثال مسجد گوهرشاد رو خوندیم، آیه فقرا و غنی خوندیم، آیه یسأله شأن رو خوندیم، اومدیم راجب چی خوندیم؟ آگاهی سرچشمه بندگی خوندیم، ارتباط این ستا رو با هم خوندیم و این حدیث نبوی پیامبر اسلام رو خوندیم و قرابت و ترکیباش با آیات و شعرهای دیگه. اینجوری باید دینی تو بخونی اگر میخوای 20 نهایی بگیری. حله؟ جلسه امروز تمومه. برای هفته دیگه تکلیف ندارید چون درس تمام
نشده. جزواتتون رو سفارش بدید که برسه دستتون. هفته دیگه درس 1 تموم میشه. باید تکالیفش کامل انجام بدید. جزوه دستتون باشه. درس 1 هم کامل رو پنلتون قرار گرفته. آزمونم میگیریم. بله موقعش بشه بهتون میگم. بچه انسانی هم تو این کلاس میان. آخر اول در کتاب ریاض تجربی رو تموم میکنم. تموم که شد اون قسمت هایی که بچه انسانی اضافی دارید و یک جلسه لکه گیری 2 ساعته دارید. فقط اون یه تیکه ها رو فقط بچه انسانی میان کلاس، اون رو بهتون میگم. مثل درس 7. درس 7 کامل شما دارید، بچه ریاض تجربی ندارن. تو همین درس 1 قسمت شما دارید، بچه های ریاض تجربی ندارن. مثلا تسلسل علل اینا رو تو اون جلسه لکه گیری بهتون درس میدن. کلا اختلافات کتاب شما و بچه ریاض تجربی زیاد نیست. 95% مشترکه. 5% تفاوت داره که تو اون جلسه براتون قرار میگیره. خیلی چاکرم. خیلی چاکرم. دمتون گرم که اینقدر باحال و پر انرژی دنبال میکنید کلاسو. مراقب خودتون باشید. گود بای اند گود لاک.